آن صفت عاشق رخسار تو باشم، از هر دو جهان دیدن روی تو بلند است. مجنون صفت عاشق رخسار تو باشم. کسی بخواهد در اینجا به این شاگردا که درس قرآن میخوانند، خودتان البته بهتر میخوانند که نزد الله سبحانه و تعالی بهترین شخص اون کسی است که قرآن میخوانند و به دیگران میآموزانند. در این کمک ها سهم بگیرین یک مدرسه بهترین آباد شود که این طبقه اوناسیه آزادانه درس خوانده بتانند. خداوند کریم در قرآن کریم میفرماید که شما کمک و همکاری بکنید در کارهای خیر. ما دو دخترک حافظه داریم و همیشه جای بسیار چیز داریم وسط شما نشان داده میتونیم که اگر کسی بنیاد خیریه‌ای که آباد بکنه خیرشان هم برشان برسه، جای داریم از خودمان در خدمت میگذاریم. اگر کسی باشه که کمک کنه، یعنی اتاق 4 سال است که همین دخترشکه در اینجا درس و تعلیم میکنه. بسیار کمبودی های زیاد است، ولی با همین مردم دین دوست اولاداشون روی میکنه. در همین گرمی سه بر قصر لین و نفسخان و با پکا و همین چیز ضرورت است. اگر در آینده کار شود که یک چند اتاق در اینجا جور شود که رسم چیزی اساسی را بگیره، اینجا دروازه علایده اعلان شود که همین مدرسه کاملا چی شود جدا باشه، به ارتباط به چیز خانواده نگیره. این همین گفتار من شما را به خدای کریم میسپارم. مگر هر چقدر کمکتون میشه در اینجا بنیاد خیلیتون در اینجا کمک کنین. عرض جزیل خداوند براتون عطا بکنه.